هر کیو خدا یه جوری میزنه، تو چی کاره ای اصلا دخالت میکنی؟ بعضیا یه عمری مسلمونی میکنن در حالی که با زرنگی مسلمونی کردن. یعنی رنج پیش اومده به خاطر خدا بکشن، از بغلش در رفتن. مگه تو میشه بچه مسلمون شدی کتک نخوردی، توهین نشنیدی، حالت گرفته نشده، بابا خیلی خودتو میپای. بعضیا خیلی میخوان عافیت طلبانه دینداری بکنن. البته خدا سطح ضربه هایی که به آدما میزنه متفاوته ها، متناسب با ظرفیتشون، استعدادشون. دیگه همه انتظار نداشته باش مریض بشن، از همه انتظار نداشته باش فقیر بشن، از همه انتظار نداشته باش دعوای خانوادگی داشته باشن، از همه انتظار نداشته باش جامعه طردشون کنه. هر کیو خدا یه جوری میزنه، تو چی کاره ای اصلا دخالت میکنی؟ تو امتحان خودتو پس بده. و تو باید مسئله رنج رو برای خودت حل کرده باشی. رنج ناشی از مقدرات الهی و رنج ناشی از پاروی هوای نفس گذاشتن.